رسول الله صلی الله علیه وسلم. کی برای ما مژده داده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چی مژده برای ما داده؟ فطوبى للغرباء. خوشبختی برای کی است؟ غربا. او کسایی که در بین جامعه غریب است، ریشش میبینی با دیگه فرق داره، کالایش پایچایش میبینی با دیگه فرق داره، سات انداختنش میبینی با دیگه فرق داره، نمازش میبینی با دیگه فرق داره، تویش میبینی با دیگه فرق داره، جنازهش میبینی با دیگه فرق داره، چالان کردن موترش میبینی با دیگه فرق داره، آب خوردنش میبینی با دیگه فرق داره، او پرتافتنش میبینی با دیگه فرق داره، دعای بعد از طعامش با دیگه فرق داره. غرباست. به شرطی که ما خود غربا جور کنیم. رسول الله برای ما مژده داده. خوشحالی برای کیست؟ توبا نام یک محل جنت هم است. هر کدامش که باشه افتخار است. الله ما شما را جمله غربا حساب کنه. خب کیست غربا؟ وقتی این بشارت صحابه شنیدن که پیغمبر علیه السلام میگه فطوبى للغربا، سوال شد قیل من هم یا رسول الله، این غربا کدام مردم است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک روایت میگه الذین یصلحون اذا فسد الناس. غربا کسانی هستند که وا صالح هستند، کاری درست انجام میده زمانی که مردم فاسد شده.